سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من وارسالیست هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از چنل من. امروز اومدیم به همراه بازی فنف Into the Pit، بازی جدید فنف و من خودم خیلی دوست داشتم بازیش بکنم و امروز قراره این کار رو انجام بدم و امیدوارم که حتما از این ویدیو لذت ببرید. حتما یادتون باشه که چنل منو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله بغلم بزنید. اگه ویدیوی جدید گذاشتم حتما بهتون بگه و امیدوارم که حتما از این ویدیو لذت ببرید. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. یارو داره گفته او سال یه همچین اسمی داره، گفته وقتشه که بریم. خب رفتم. یارو داشت بانی و فردی رو میکشید. خب میشه بابا مثل همیشه دیر کرده. اصلا یادشه که من اینجا دلی مای پرنت گفته معمولا خانواده من منو اینجا برای مدت زیادی رها میکنن و من یادمه که اینو دارن این خانواده که کنار ما میگن و مادرش داره میگه که من یادم اینجا یه دونه استخر توپه توی اتاق رینگ رو و بابای گفته اوکی. این کنار داشتن در مورد یه استخر توپ مخفی حرف میزدن و الان کاراکتر ما شنید و گفت یه دونه استخر توپ مخفی و احتمالا ما قرار بریم به همون استخر توپ مخفی. اوکی، این مپی که بس ما داریم. الان ما باید بریم به بال پیت، چون اگه اینا داشتن در مورد بال پیت حرف ما بریم اونجا، ولی من میخوام قبلش یه سر برم این دور رو اطراف بگردم. به حال گیم فنفه و چیزای زیادی داره. اوکی، چی داریم؟ بله چی بود؟ what the fuck؟ اوکی این فکر کنم باید جف باشه. گفته چند تا باشه دیگه، پنیر میخوای یه دونه دو پرتقال. گفته الان هیچی، فقط اومدم این اطراف چک کنم. چی داشتن در مورد گرگه های عنکبوتی حرف میزدن و اون جف داره میگه فاک. خب ما الان باید باشیم بریم به بال. فکر کنم باید همین ابجکتیوی که اینجا بهمون گفته رو انجام بدیم. روی بزنم توی این خانواده حرف بال پیت کجا بود؟ ما الان توی منطقه سبز داشتیم. بال پیت بال پیت 2 hours later. خیلی جای ترسناکیه. اون گفته من خیلی دوست دارم بدونم اگه گم بشم بابام پیدا میکنه. پدر سگ میخواد خودشو گمانگور کنه. گفته بعد اون یه درسی بدم که منو اینجای ترسناک کل روز تنها نذاره. what the fuck؟ پدر سگ یه نوشه دونی. چرا تو از این استفاده کردی؟ اینجا دختر پسر قاطیه. دقیقا منم همینو گفتم. what the fuck؟ اوکی کنار من برم. اوکی what the fuck؟
شب شده پر ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم ورزش کنیم ماهی اوزون برو سلام. به حالا پیزا رولر بازی کردی اوز پیزا رولر نه ولی یه چیز شبیه به این رو بازی کرد. گفته این یه مدل از مال فردی فازبره که خیلی سورپرایز نشدم ولی بریم انجامش. گفته واتی فازبر چیه؟ این در مورد فازبرز نمیدونه این بچه یور راکت بود. بال گفته میا اینجا بهت نشونه که چی بازی میشه. بعد تو بردارم بیارم اینجا الان. اوکی. فکر کنم این گیم رو بازی کردم. من روز که تو بندازیم راه. الان من ننداختم نوبت اون بود. که الان ما بدتر رایی کنم اینجا جا مناسبی ریز عالیه. نوبت مایی که انجا برو این رفته سلام تمام دستگرمی بود بابا. اوکی برو یه ست میخوام مایک خریدی بابا. شما اینجا وارسالیس داره وارسالیسی که این سگه داره عقب. یه ست دیگه میخوایم یه ست دیگه خواهید نظرت نمید گرگم به هوا چیه؟ الان باید بودو الان باید چی؟ میگه چه برمید بود؟ خب پدست منو گرفت عجیب. سوالا دختر خانوما دیگه بیان بسن آخه آقا پسرا امشب نمیشه دیگه کسی بشینه با اینا میخورتم. که گفته اینجا جای خوبیه این نشبه اینجا رو چک نمی کنم اینجا میشه قایم دونه 1985 صدا دویدن داره میاد. ایودی بگی تا ایودی بگیم تو کامera رو آی سرت چرا چی یومتر شوزن باش. اوکی میگه این نویسی که ایجاد میکنیم سرصدایی که در میاریم که ساکت بمون. امیدوارم مایک رو نشنیده باشه بهتر سریع قایم شم. قایم اونجا هم جای خوبی بوده ما چرا نرفتیم اونجا قایم شم. مایک من گفته تلاش خوبی بود ولی من میتونم صدای تو رو بشنوم. صدامون رو شنید حالا میام ما هم میگیرن که سر و صدا ایجاد کردیم ما رو ندیدن. تو برام بیام بتونیم بیایم وای What the fuck؟ نفسم رو نگه دار برو گم شو خفه شو. What's going on؟ چه خبره؟ ننه بچه‌شو گرفته داره
برده مایک و اینا کجا؟ من الان باید یا اول و چیه؟ قطعا باید الان بودم این اصل در چه خیلی صدا بدیه جدی صدای بدی داره خیلی بد What the fuck خب من چرا دارم اسم نباید برم اونجا جدی اسم دارم خودم با پای خودم میرم طرف این چیه گفت دنبال چی تو مایک بگرد اوکی آیا من دارم جایی میرم که نباید برم باچی شاید اون درکی اون موقع قفل بود یه چیزی داشت نگاه میکرد الان باز شده این بود دره فکر کنم یا ابر فرض من نباید برم دنبال این برو دنبال اون یاروه یا پدر سگ این دره رفت دیگه درسته؟ بودو سگ بودو دری کار نمی کنه دره مثل اینکه وقت قایر می شدم ریترای می کنم شیت اینا می ریزه دیگه وای دهنت سرویس وای باید این اسب بودو ببین ببین سگ دیدی میدوه برو همونجی بودو یا منو ندید شت منو ندید برو گم شد یا بیرون بودو ببین این اسب بودو پس در کجا باید برم بودو فول صدا داره میاد به خدا اومد دنبالم وای بابا هست گفته این اینجاست من دنبال ما داشتم نه اون اینجاست این داشت میدوید نفس من تو دنیا واقعی گرفت گفته با خودت چی فکر کردی آسفالت چرا رفتی تو این چیز قدیمی قایم شدی اصلا صدای من داری میشنه وای پدر سگ وای بابا رو ببری ببر چرا به من جامپ اسکر میزنی وای بابا تو در آخه بابا اون در بردی میشه من دیگه هیچ وقت وارد اون سخت نمیشم بگیم هیچ وقت گفته بابا اوکی بابات که اوکی منم که اوکی نیستم حقیقتا
بابانی گفته جف گفته به همون شب بخیر رفقا. گفته وایسا جف، من فکر کنم مشکلی داشت، مشکلی که برای بابات پیش اومده. بابات رسما مشکل. گفته ها بابات که به نظر من خوب میاد، حتما بر کله تو اتفاقی افتاده بچه، برو خونه ریلکس. جون مادرت صبر کن بچه، نزاین داداش. من الان دارم سکته میکنم. من این پدستک چجوری میتونه رانندگی کنی؟ برای منم همین سواله. منطقی شوفر ویلیام شوفر باشه. به به خونه من در کجا میدونی که من اینجا زندگی میکنم؟ بودو خاک تو سرت، بلدم نیستی بدوی. به خدا من به این گربه حق میدم. اوکی تو گفته من میرم تو اتاقم بخوابم. شب بخیر، هوای خوبی ببین. خب بچی وایسته بینم الان که این ویلیام اومده جا بابای ما، بده که الان ما بریم تو اتاق. اوکی پسر اولا اتاق این پسر رو بگیرم. Two hours later. اوکی تلفنی. صدا ایجاد کردیم داره میاد اتفاقا داره میاد. ایشالله که نمیاد. هی من خیلی آروم یواش پا میشم در خونه‌شون. لطفا نباش، خواهش میکنم نباش، جون مادرت نباش. This is fine. سکته کردم. اینجام نباش باشه، اینجام نباش، اینجام نبود. ببین اینجام نباشی تمومه. صدا در اومد. تلفن کجا هسته؟ این تلفنه. من میگم ویلیام نیست. ویلیام نبود. ویلیام نباش. یخچال. اوه حاجی نه. صدا شماره ننش هم در آورد. برو. اینجا جا میشه قایم شم. اوکی یه جا. اوکی هم ببین روی بابای ویلیام همین امید و میرم دنبال مامانم. اینجا بود اتاقه. بودو به ویلیام بگو گوره بابات بود. تمام شد. گفته مامان بابای یه اتفاقی عجیبی براش افتاده و الان اینجاست. باباش سوپرمنه، چه اشعه لیزری داره. ببر بابا بابا چه تو براش افتاده؟ یه جونه شویه آسفالت اسکم هم کردی. بابات خیلی هم خوب به اصلا همیشهش بهتره. ناکن چش نورانی در آورده. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. تو باید خجالت بکشی برای این تماس فیکی که به من زدی. من سر کار بودم، خاک تو سرت. تو هم میگم بچه، ولی تو نمیتونی اینو ببینی. کوری نمیبینی چشاش اللوسترا خونه پر رنگ تره پدست.
بابات عالیه، بابات فاینه، هیچ مشکلی نداره. من نمیدونم چرا تو داری همچین کاری میکنی واقعا که، ولی برو تو اتاقت بشین به کارهای بعدت فکر کن. منم برمیگردم بیمارستان. بله بهمون محل سگ نداد، همینجا ولمون کرد و دوباره بعد از همین جهنم دره بزنیم بیرون. خب گفته اینطوری شد یه حدس میزدم. بله find a way to، راهی پیدا کن برای فرار کردن. واسه ببینم من الان یه سوال، اگه بخوام از در اصلی فرار کنم صدا در داره میاد، من میترسم حقیقت. یه بذارید آقا رفت پایین احساس میکنم. ما هم میریم پایین. پدستک کار پسک کار کپک. آرامش خودتون خود ما رو حفظ میکنین. اوکی چیه؟ گفته هر جایی نگاه کرد. اوکی من اینجا نیستم باشه. میشه بری تو اتاق خودت، نرو پایین. هر جا میری پایین نرو. اوکی تو اتاق منم میری و وسایل من دست نزن. اون قبرستون رفت. ببین همینو میرم پایین. همینو ما یه بار اینجا فرار کردیم، بار دوم کار سختی نیست. صدا آهولا بیا بودو برام مهم نیست. برو اینجا بزن بیرون. اوکی گفته برو تو بال پیت. اینجا نقشمونه. کجا می‌ریم بریم؟ اسوارد هوز اسکول لایف. اوکی الان طبق چیزی که من گفتم بریم اونجا. اوکی درک دره اینجا. اوکی برو به بال پیت. این جفه بذارم حرف بزنم. گفته تو دیر موقع اینجایی بچه، خانواده‌ات میرن تا الان کجایی؟ گفته آره بابام شام میخواست یه پیتزای اضطراری. گفته باید بس گفته بودش چه رسم میکردم رامن نودل از yes oh yes there you add the to yet after operation داشتن در مورد غذا میفدن من هیچی نفهم. اوکی گفته بریم تو بال پیت. اینجا داره مثل آرامش میده، چیل دارم میکنم، هیچ ویدیو میدن کار. موزیک رو ببین چه کاری آخه. با سلام به همتون، به این فضای تو در توی اویس من خوش اومدین. این اوتروی ویدیوه که در واقع ضبط نشده بود متاسفانه. خلاصه که میخواستم همون چیزایی که میدونید رو بگم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو ساب کنید. ایول عجب چیزی گفتم. ویدیو رو لایک کنید، کانالمو رو ساب کنید و در تلاشم که جدیداً ویدیوهای بیشتری بذارم، کم پرکار بشم برای خودم. و خلاصه که امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.